ببین من میخوام برای تو یه جمله بگم، این جمله رو اول بعد از من تکرار میکنی. خب بعد از اینکه تکرار کردی تعداد کلمه های توی این جمله رو میشماری و به من میگی. خب و بعد از اینکه این کار کردی از آخرین کلمه به صورت برعکس واسه من میگی که این جمله چی بود. باشه؟ اوکی. خب جملمون چیه؟ انسان نیاز به عشق و محبت دارد. یه بار دیگه میگم. انسان نیاز به عشق و محبت دارد. با انگشتات نشمار. اول تکرار کن. انسان نیاز به عشق و محبت دارد. خب حالا تعداد کلمه هاشو به من بگو. 5 دونه دونه بگو. نه قشنگ تو میری اون پشت. بگو انسان نیاز به عشق و عشق و محبت دارد. آفرین. حالا برعکس بگو. انسان که اولیش بود. از آخر بگو.